سلام علیکم دوستای محترم، بازم شما خوش آمدید میگم در ویدیو. بخشش باشه چند روز است که مریض استم، آواز ما میالم گرگرمونه، چاتین ما خراب است دیگه. بخشش باشه برایش ویلوگ جور نتونستم دیگه. امروز گفتم باش یک حالات مکم بهتر است، گفتم باش برایش یک ریزه ویلوگ جور کنم. اول خو امروز 13 رجب است دیگه. 13 رجب را برای کلی شما کست مبارکباد میگم. روز پدر گفتم میشه، روز پدر را برای کلی پدرهای جهان مبارکباد میگم، برای اسپیشلی برای شما که هر کس که در ویدیو را توق منه دیگه. دوستای محترم درباره پدر یک ریزه شعر است طولین میگه: پدرم در همه خاطره هایم پیداست، پدرم یک غزل خسته، پدرم یک غزل خسته ولی پر معناست دیگه. دوستای محترم این بوده یک ریزه شعر، انشالله که خوش مو آماده باشد دیگه. دوستای محترم روز است صبح تایم دیگه، من تقریبا ما میال در دکان است و 2 بجه تا نیم بجه دیگه. یکی بوده دویم دیگه یک نه بخیر خوشحالی گپ دیگه است که گوگل ادسنس ما آمد. انشالله تبریک میگم برای کلی شما دیگه. حمایت های شما بوده دیگه که ما در اینج رسیدم. واقعا ای که است نه نصیب هر کس نموشه. ای بسیار مهنت میخواه، ای بسیار خواریه های میخواه که آدم در اینجی برسه و ای گوگل ادسنس 14 پینک است دا برای آدم مایه. ای بسیار وقت میخواه تا آدم دزی برسه دیگه. هر کس که در منیزی فیلتر است، یعنی که برایشون بگم که یوتیوبر است، اونو مفهمن که ای چقدر خواریه های کار داره دیگه. خب دوستای محترم گپ بلیزی بود که ای بسیار خواریه های میخواه، ای بسیار زحمت های میخواه که تا آدم بوره دزی دی مرحله برسه، دی استیج برسه. ای یعنی می چیز که شما میگنین آخری استیجی یوتیوب است دیگه، که آدم بعد از کوشش ها بعد از سالها که است نصیب آدم یعنی چیز میشه گوگل ادسنس. یعنی می آخری استیج است دوستای محترم دیگه. سر صبحگاه است، خامخا ما در دکان هستم، آواز زیاد مایه بخشش باشد دیگه. بخشش میخوایم از تمام شم دیگه. دوستای محترم دیگه ما در بین از چینل یوتیوب که است 1 سال زیاد میشه ما کار کردم. بعد از 1 سال 14 ماه 15 ماه که است بعد یعنی ما را نصیب شده دیگه گوگل ادسنس دیگه. دوستای محترم از این به بعد انشالله ویدیوهای خوب برایشون جور منم، ویلوگای خوب جور منم. تامی وقت را تامی روز که شما مرا حمایت کردین از این بعدم حمایت کنین، چینل مرا سابسکرایب کنین دوستای محترم و لایک کنین و کامنت های خوب بگذارید درباره ویدیو بگین. آیا ویدیو خوب است بد است؟ همیشه نظریات خراب بیدین. آدم که است از نظریات دیگه کس چیزایی میآموزد یا یاد میگیره دیگه. تا که شما دوستای محترم قد از من نگین، خامیای از من نگین، ما که است یاد نمیگیرم. خب دوستای محترم امروز است 13 رجب، ما رایم بازار دیگه. مردم ها خیلی زیاد مایه پشتی گیفت پیپر و غیره که چرا که است مردم ها جشن را میگره دیگه. خیلی چیزای دکار است که برای دکان امروز ما باید برم بازار، از بازار بیرم دیگه. شما خوب برای شما انشالله جور منم و انشالله که خوشش میاد دیگه. دوستای محترم امروز رفتیم بازار پشتی گیفت پیپر و کارت فادر دی و این چیزا که است، بعضی چیزا چای مایی دکار است، همین چیزا که است مور ما میرون دیگه. شما قزمه باشین، شما رو ریزه کلیپ از بازارم که است انشالله نشان میدیم دیگه. تشکر. اینه دوستای محترم ما الان در رود هستم، جندار توفیق. خالی پرچم است بلبل.
خب دوستایی بوده گلمدار رود، انشالله که خوش مانده باشد. پرچمای رام که دیدیم دیگه چطور بود. ما من ما را یخ کده، زکام کدوم، خود را خوب پیک کدوم. خب دوستای محترم ما بازار رفتم، خواست آمدیم دیگه این سامان ها رفتم. اینالی نیز گلستان تاون رسیدم، دبل رود. دوستای برون موسم بسیار یخ است. در یخ دوستای دم یخ میگیرد.